سلام به همه شما گیم استیشنی نازنین. میریم سراغ اپیزود 20 دریاچه لوکاریا رو میخوایم امروز با هم دیگه بتر کنیم و یادتون هستش یه پدر سوخته‌ای رو اومدیم اینجا زد ما رو کش. آخرین در واقع بخش از بازیمون بریم هم سولمون رو برداریم هم گردن کلوفتش رو بشکنیم، متوجه بشه که تا وقتی ما هستیم نمیتونه اینجا لات بازی در بیاره. سرسولک هم پیش من خوابه، نمیدونم میبینیش یا نه، ولی اینجا خوابیده پیش من. خیلی خوب بریم. امروز خیلی کارا داریم، هم باید یه چند تا گولاخ بزنیم، هم این سولمون، هم چند تا یه دونه اورجیل رو بریم، یه سری کار اداری باید انجام بدیم. میدونم بدی تو در خیلی گردن کلفته خودمونه، یعنی من میدونم که دفعه اولم خیلی سریع گیر کردم، دارم ناآشنا بوده برام. اسبمو بندازه یه دونه باید اسپوس خرج اسبم بکنم. اسبم داخل خودم میکشه، برای این کش سری قایم شد. ببینید برای اینکه اسب ایجاد بکنه نه هنوز وقتی اسبتون بمیره شما برای اینکه صداش بکنید باید یه دونه اسپوس بخورید. خوش میگه خیلی لات بازی در میاره. دوباره بهت خندیدم تو این محله. یا برشو بریم بودو داری فردا کی بود لطفاتی در می آورد؟ اینجا بینم گردن کی کلوف بود؟ تخم جن. خیلی خوب اینجا رو الان خالی کنیم تا نیستیم. سولمون هم برداشتیم، پول چاقمون هم برداشتیم. کجای مپیم؟ اینجا رو باید بگردیم دیگه، بریم اینو سر بزنیم، اینجا هم سر زدنی هم واقعا. ببینیم چی داره. یه تلسکوپ هم سر بزنیم. من 5 تا کار داریم، از 4 شروع کنیم. اینه که بودیم توش. لوکاریا لیک در واقع جایی که هستیم میخوره به آکادمی دیگه. این آکادمیه، این کسلشون اولین جاییه که این اولین در واقع ورودی گیتشه. یه ورودی هم داره که میخوره به بالا و در واقع لایندل کپیتال، میخوره به کپیتال. یه بخشش هم که میخوره از جنوب به بخشی از لیمگریو. اینجا استورمویل کسل بود، این یه مسیره که اینا شکسته میخورده به رایال لوکاریا آکادمی و بعدش هم میخوره به لایندل. ما الان اینجا رو قشنگ باید بجوریم. داشتم اینو میگفتم 2 تا جادوگر بودن به اسم لوسات و اون یکی اسمش رو یادم نمیاد، جلوتر بهتون میگم. 2 تا جادوگر بودن که این 2 تا جادوگر بر اساس همون خاطرتون هستش گفتم یک ستاره شناسی در یه بار دیگه میگم، یه ستاره شناسی توی بخشایی از سرزمین جاینت ها توی یه دونه تاور متوجه شد آقا جریان در واقع ستاره های قدرتی دارن و اگه بتونن این قدرت رو جریان قدرت رو ایجاد بکنن میتونن به عنوان یک چیزی مثل شبیه به جادو ازش استفاده بکنن. اوکی. ایشون اولین جادویی که کشف کرد در واقع جادوی رین آف استارز بود. اسپلی هستش که همونجا هم میگیریمش. متوجه شد که به من اگه بتونم یک چیزی داشته باشم مثل واند، مثل چوب دستی، مثل یک که اینجا گلینتستون، یه سری سنگای خاصه، اگه اینو داشته باشم میتونم جریانی از جادو ایجاد بکنم و ماجیکایی که دلم میخواد رو بزنم. 2 تا جادوگر مسیر ایشون رو ادامه دادن. یکیشون لوسته، اون یکی اسمش یادم نی وی داره توش، حالا یادم میاد. 2 تاشون هم متوجه شدن که بله ایشون داره درست میگه. هر کدومشون اومدن در یک بخشی، یکیشون اومد اینجا، یکیشون رفت توی بخشی از در واقع سیلیا تاون، یه شهری توی کیلیده، رفت اونجا چون هر دو جا اثبات شده بودش که ریزش ستاره‌ای و در واقع گلینتستون توشون زیاده. به خصوص اینجا که اینا گلینتستونن، اینجا به دلیل حالا شرایط فیزیکی داره خیلی ستاره و شهاب سنگ و متئور و اینا میریزه احتمالاً از آسمون. تو قصهش اینه
و توی اونجا به دلیل اینکه روی یک منطقه بسیار قدیمی بوده به اسم ناکس و اونجا مردم ناکس زیر زمین اونا هم بلد بودن از این کار جادوگری و اینا، اصطلاح خاصی داشتن که گراویتی بوده، که اونم رفت اونجا و این هر دوتاشون اومدن و ماجیک و جادو رو ادامه دادن که ما وقتی میریم تو رایا لوکاریا آکادمی اونجا خیلی مفصل‌تر هم راجعشون حرف میزنم براتون. اوکی. خب 4 چیز خاصی نبوده. 4 اینه یاره. 4 اینه. چیزی داره؟ نه. همین دیوونه اینا. کاری باشون نداریم. دیت تکراریه. یکی ببینم پلت وزیر یکی گفته بود شمشیر سامورایی از این قوی تره. آره من خیلی شمشیر سامورایی رو رفتم واقعیت تو ورژن قبلی. دلم می‌خواست این که انجام ندادم و بردارم. شما ببین هر سلاحی دلتون میخواد بردارین، باش راحت باشید. ایرادی هم نداره که حتما سلاحتون قوی نیست و ضعیف و فلان اینا. میتونید باهاش بیلد اپ بشین. ما اگه می‌خواستیم قوی بازی کنیم، این اسلحه‌ای که داریم، اینو ببین تو رو خدا. این اسلحه‌ای که گرفتیمش بهتون نشون بدم. این دیوونه است. این خیلی قویه. یعنی یکی قوی ترین اسلحه های بازی. اینقدر بازی رو راحت میکنه. ولی خب تنوع هم جذابه دیگه. دلم خواست اینو برم. خب حالا میریم سراغ 3. اینجوری مشخص میشه که چی. ببینید چجوری نشسته داره من نگاه میکنه. خب اینجا چیه؟ هیچ. این هم پس هیچی نبود. پس 3 و 4 چی نبود. این چی؟ نندازی چیزی رو بطی. راست هم اینه. نمیدونم چی بطی میندازی یا همین گرگینه بود که اینم برش میشه کاری نداریم. خب بطی به خدا بندازی یا میکشمت. نه یادتونه دیگه اونجا بودم توی لیم گریو هم بودن. چه بچه پرویی بود. دیوونه اینجا دارم سال بوز بدیم. خیلی خوب. دیگه چی؟ این چیه بریم بالاش؟ یه اژدهای گردن کلفت هم اینجا هست. پچز اومده اینجا. یه اژدهای گردن کلفت هم اینجا ها داره. این هم رسید بریم. پس اینا رو همه رو رفتیم. یادتونم یه پچز اینجاست و یه دونه هم که سایت. بریم سایت ها رو روشن کنیم. میگم یه آپگرید هم میتونم بزنم. خب پچز چی میگی؟ تو لاین کن. یادتونه اونجا بود دیگه لباساشو بخوانی بردارین چاکی شد. میگه چیزای خوبی برای فروش دارم. Speaking of رایا باید باش حرف بزنیم. چی داری برای خرید؟ اینگه مهمه. گریس میمیک، گولد پیکل، فاول فود، اسکریپستون. برای مهمه. چنده این؟ 93. چه خوشگله. برای کالکت قشنگه. استون سورت که واقعا واجبه. نه حالا زیاد واجب نیست.
اینا میدونین چیه دیگه؟ اینا میذارین جایی که در واقع تالیسماناتون رو میذارین که تو قبلی ها رینگ بود. وقتی بمیرید این از بین میره، سول شما از بین نمیرون، رونی که برداشتین از بین نمیره، مثل رینگ آف سکریفایزه. این هم که وقتی میزنید، یعنی استیوز که میکنید پامرغه، پول بیشتری جمع میکنید تا یه زمان محدودی، مثلا فرض کنید 1 دقیقه 2 دقیقه. این هم که آیتم های چیزن دیگه، آنلاین هن. خب میرسیم آپگرید فکر نمی کنم. 3 و 600 4 و 800 5 و 800 5 و 4 و 800 نه 4 و 5 و 800 3 و 600 با 1000 با این حساب میکردم 5 و 1600 نه نمیرسه، با آپگرید نمیرسیم. خرید میدمون هم که زدیم. همه این چیزی نداری برای اون پچز بریم. اونجا چیه؟ آها اونجا هم میریم، حواسم نبود. اونجا هم بخشی از در واقع این چی شد؟ دیوونه. اونجا هم بخشی از همین دریاچه است. فقط اونجا این در واقع یک قصر دیگه است که انجمن آکادمیا با اونا خیلی دچار جنگ و مشکل بودن مدت زیادی و دوست شده بودن، بعد دوباره شروع به جنگ کردن، یه مدتی صلح کردن. خیلی قصه های قشنگی داره، براتون به موقع میگم. برسیم تو آکادمی، هم جادوگرا رو بهتون معرفی میکنم، عکساشون رو در و دیواره میگم بهتون کیان. همین لوست و ناکس نه اسم یکی جادوگر چی بود؟ یه دقیقه رفت رو مخم. اگه کسی اینجا ما رو نمیکشه، یه دقیقه سرچ کنم. لوست الرینگ، اون یکی چی بود؟ مستر لوست. خب Two sorcerer in Elden Ring. Lucet and میشه سوال پرسیدم. ازوت بود فکر میکنم، همین یهو یادم اومد. ازور باری کلا ازور و لوسر. یه لحظه چیزی دیدم یادش افتادم دیگه، اسپلش آخه اسپل ازوره. ازور و لوسر باری کلا دو تا سورسرر خفن بودن. این دو تا اصلا بنیانگذار سورسری بودن در واقع، بعد از اون ماجیکر اومدن. ازور اومد اینجا و این اصلا این آکادمی و این جاهای اینجا رو ساخت. لوست رفت توی در واقع سلیا تاون، توی همون کیلی. این دوتا انقدر در سورسری پیشرفت کرده بودن که واقعیتش اینه بکنم کش دارم میگه بچه ها چی شد؟ این دوتا انقدر در مرحله کشف کردن سورسری پیشرفت کرده بودن، این خیلی باحاله. یه مسیر مخفی رو بهمون میگه کجاه. انقدر پیشرفت کرده بودن که بخش بسیار زیادی از وجودشون تبدیل شده بود به کریستال و حالا میبینیمشون. ازور و لوست رو، حتی بقایا و جسم در واقع کریستال شدهشون و جنازه‌شون رو میتونیم پیدا کنیم. ازور که زنده است میتونیم خودشون پیدا کنیم. لوست ولی توی غاری جایی مرده. ازور هم یادم نیستش که اگه زنده بود حالا مثلا کاربرد داشته، ولی من یادمه که توی ولکانو منه ازور رو پیدا میکنیم. دنبالش میریم، من وقتی میخواد بهمون نشون بده. میبینید رد پاشو فالو میکنیم. دوباره بردیم ما پیش این دیوونه که یه دونه از اینا من ایمان دارم. یه جایی تو لیمگریو بود، هر چی گشتم پیدا نکردم. قبلا هم رفته بودم اومدم که بود، هر چی رفتم گشتم دیگه پیدا نکردمش. ازور و لوست پس بنیانگذارهای اصلا سورسری و این آکادمی بودن. بعد که آکادمی ساخته شد
ماجیکرهای خیلی خفن دیگه هم اومدن ها که اصلا ما در واقع کراوناشون رو میگیریم، ماسکاشون رو و تاجشون رو میگیریم. داستان اینجا چجوریه؟ اینجا میگن که هر کسی در مراحل سورسری پیشرفت خیلی خوبی داشته باشه، یک کراون، یک تاج بهش میدن که این تاج شکل یک در واقع یک صورت سنگیه که روش یک گیلنتستون خاصی وجود داره. حالا رنگای اینا هم که تنوع در نوع جادو ایجاد میکرده. اوکی؟ سورسرر مثلا اینم هست، یه کسی بوده به اسم فکر می‌کنم ویلم که ایشون هم از سورسررهای خفن بوده که حتی عکسش روی در دیوار آکادمی هست. دنبال این فرنده و کراونش هم حتی میگیرید، اونا رو همه رو به موقع توضیح میدم. اینجاها خارج بشن برم تو آکادمی، فکر می‌کنم اصلا ما یک نیم ساعت بعد راجع به لور آکادمی با هم دیگه صحبت بکنیم. یه خیالی الان خوش یه غار مخفی بهمون یاد داد. آورد ما رو اینجا. آره یه دونه اینا تو لیم گریو بود و من هر چی گشتم پیدا نکردم. احتمالا پس یه غارم اونجا میس کردیم دیگه، چون خیلی واجب بوده اینو بریم. آرتریال لیف. ما اومدیم یه دونه کیف، کریستال کیف. اینجا چیه؟ تو میگن یه عوضی نجاریم باش. شما میگن عوضی اینجوری رو میپرین رو سری کسی که اومده. سورسری بیسش در الدن رینگ از همین گیلدستون ها و استار شاردار. یادتونه ما چند تا استار شارد گرفتیم، بهتون نشون میدم که اینا یاد گرفته بودن که چجوری در واقع ریزش های ستاره‌ای و تکه های ستاره‌ای رو جمع بکنن و باهاش تاج بسازن، عصا بسازن. مثلا نگاه بکنین این عصایی که ما واندی که داریم و باهاش میتونیم ماجیک بزنیم، حتما یه گیلدستون نوکشه. میبینید حالا اونم حتی که مال دمی هیومناه نوک بالاش میبینید یه گیلنتستونه. ما اصلا با این گیلنتستون ها میتونیم در واقع اسپل و ماجیک بزنیم، اگه نشته باشیم نمیتونیم بزنیم. برای همینه که وقتی که ریزش های ستاره استارلایت ها و اینا میان، اینا خیلی براشون مهمه و جمعشون میکنن که باشون بتونن ماجیک بزنن. طولانی هست ها. خب دوباره از این گرگینه ها. وای 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 دیوونه. بخور دیوونه. القاب پیشبینی اتک میداد.
شما باید الگوها و در واقع کمبوهاشون رو، کمبو یعنی ترکیب چندانه از یه ضربه مثلا، اینو باید بفهمید چیه دیگه. اسپیرت تالیسمان، این تالیسمانامون بچه‌ها اینجا کاربرد دارن. هر دمیگادی رو بکشیم یه دونه اینا بیشتر بود. حرف می‌کنم دمیگاد نه، فکر می‌کنم آره شاید هر دمیگادی بکشیم ولی یه باس خوب می‌کشیم یه دونه اینا بهمون میده. الان اینو لازم نداریم. خب چی لازم داریم؟ اتفاقا الان اسپیری که گرفتیم کو enhanced counter attack unique to thrusting weapons. به درد الانمون نمیخوره. enhanced roar and breathe attack raise holy attack بالا بردن میشه نکتشون. به نظرم خیلی خوبه. holy attack هم که ما هی داریم میکنیم، این کاری که میکنیم، این کاری که انجام میدیم holy attack میشیم. خب وقتی که منم میره بالاتر و خودمون هم مثلا holy attack هستیم. ببین اصل همون holy داره، میبینین اونجا وسط نوشته holy. به همین دلیل ما بعدم نیستش که هولی اتکمون افزایش بدیم. حالا ببینیم واقعا تالیسمان می‌دادیم چقدر افزایش بدم کنم. 294. خب اگه اینو برداریم چی میشه؟ 277. می‌بینید همینجا 20 تا اینجا اضافه می‌کنه، به همون ضرباتمون هم اضافه می‌کنه. میارزه واقعا. خب اینجا اومدیم همین اینو برداشتیم و چی نبود؟ همونجا بریم بفهم پایین. این فقط آیتم رو بشتیم. یه بار مخفی چیز نیست. بازی حوصله خواه اینجوری نیستش که بگیم بریم بازی کنیم بازی تموم کنیم. نه، بازی باید حال کنی باهاش، باید درش وقت بذاری، باید درش لذت ببری، دوستش داشته باشی و بخوای که با جزئیات ظریفش کنار بیای، امتحانش بکنی، تو رو به چالش میکشه. اصلا بازی نیستش که برای سرگرمی انجام بدیم. بازی یکی مثل زندگیه، سخته. یه تیکه‌ای هم به زندگی انداختم، خیلی سخته زندگی. آدم روانی میشه دست زندگی. یه میگم ولم کن، میخوام من بمیرم. مطمئنم شما هر کدومتون هم همین حس من رو دارید و این نه به میزان پول شما ربطی داره، نه به میزان لذت شما از زندگی ربط داره. به هیچ کدوم اینا واقعا ربطی نداره. زندگی گهگاهی بسیار سخت چالش برای اینا دیوونن، من میدونم اینا دیوونن و رو مخ میشه زندگی. بعد موقع بسیار جذاب. یه فکر میکنم از ویژگی هاشه. اینم رفتیم. من همش نگرانم که میازاکی را مخفی بذاره، بعد که من اونجا رو پیدا نمیکنم احساس کنم داره بهم میخنده. چیکار کرده با من؟ شباب میاد تو کابوسام. چقدر گیلینتستون اینجا، در واقع کریستال اینجا. ببینید اصلا اولش هم که وارد شدیم نوشتش که کریستال کیو، اینجا غار کریستالیه. لوکاریا رو خوب داریم با سرعت مینیم ها. قبول داریم؟ در استورم کسل خیلی در واقع ما لفت دادیم. چرا؟ به چند دلیل. چون لور استورم کسل و یعنی قصه‌اش اینا من خیلی رفتم میخوندم خودم. اولا که رفته بودم زیاد متوجهش نشده بودم. بعدش حالا بقیه بازی رو چون عمیق‌ترم شدم بیشتر متوجه شدم، ولی کسل همیشه برام سوال بود. سر من خیلی رفتم مطالعه می‌کردم کسل. در همین خیلی عقب افتاد. خب بریم پایین. چی دیگه نمونده دیگه. اومدیم اینجا و رفتیم تو. این تو چی بود؟ یه بار دیگه بریم ببینیم. همین یه راه اینجا بود، اینجا بود، اینجا اومدیم، اینجا هم وارد شد. حالا پس درست داریم میریم. یه باس گردن کلفتی حتما اینجا هست دیگه تو که. چقدر خوشگله این کیوه. الان هست که بهمون حمله کنه. یک لامپا فلش، یه تیکه گوشت. لامپا فلش یعنی قلمبه گوشت. لامپ یعنی قلمبه جدا برآمده. فلش هم یعنی گوشت تازه. اسم نگستون 2 گرفتیم و یه دونم 4 گرفتیم. خیلی کار بردیم. لامپا فلش برای چی استفاده میشه دیگه؟ برای این کرافتینگ، آیتم کرافتینگ. مثلا ببینم دقیقا چی لامپا فلش میرم. مثلا ساخته این یه لامپا فلش میخواد، یه هفتی 20 بون میخواد، یه آرتریا لیف میخواد، یه راه فرود میخواد که شما اینو بسازید. الان میسازم. چند تا میسازم؟ من 9 تا میتونم بسازم. 5 تا میسازم. حالا اینو میبینیم تو اینونتوری ما.
چی هست اینه که ساختیم؟ میگه تمپر. اولا a lump of animal flesh، میگه یه قلمبه از گوشت حیوان. pickled in a medicinal solution mixed with fresh spice، میگه با یه سری گیاهای در دارویی میکس شده و یه سری ادویه خاص داده و فلان. temporary boost physical attack تو قوی تر میکنه به طور موقت. خیلی اتفاقا کاربردیه، یعنی واقعا بعضی باسایی که سختن نمیشه داد. حالا چیکار بکنیمشون؟ میاریم میذاریمشون گردن لاک پشت اینجا بود، اینو برمی‌داریم میذاریمشون اینجا. هر یه باس فایتی میخوایم بریم تو، یه گاز وی میزنیم. لا تو صدای خوشگلی هست. همین الانا باس میاد، من میدونم چه این نوبا خوردن اینو. نوبالا دستی بو میدی یه ذره. خودت بو میدی یا پیف داری میدی؟ ها؟ یه ذره بو تو اتاق پیشی داره فکر ناراحت کننده است این مسئله. باسفایتش گلده اولا گلدی. آی همون دیوونه است که اونجا تو گریو توی جیل کشتیمش. خوب میخوری. منم خوب میخورم. وای چه دری رفتم. ببین یه جوری میزنم صدا بزرگی. بدی خیلی بد مقصرفی. این سامن نمیکنم قلدری نکن. بشین بابا. درس سلامت. FP ماناتون در واقع FP تون نمیبره بالا، ماناتون نمیبره بالا. اگه رو بندازیم اینجا دقت بکنید بچه با اون عدده نگاه بکنید. FP 85 ببینید میشود 90. ببینید حالا هلس 800 ببینید چون اینو انداختم میشه 847. اگه برش اینو ور میدارمش دیگه میشه 847. در واقع 800 هلتم 800 رو هر چی برم میرم رو این میشه 847. اینو انداختم. اون برای FP برای کسایی که خیلی ماجیک میزنن خیلی هم کاربردی. من فکر می‌کنم لوست رو همینجا پیدا می‌کنیم جنازه‌شو. فکر می‌کنم مطمئن نیستم. بریم ببینیم. کجا اومدیم؟ از این ور اومدیم یا اون ور اومدیم؟ اینجا اومدیم. برای اینم بهمون اینجا حمله کرد. توی کریستال کیپ هم هست دقیقا. کشتیمش. چی بهمون داد؟ مدالیون بهمون داد. کجا اومدیم پیش گرگول. آره خب از زیر این رد شدیم کاملا. ما اومدیم و اینجا به جای گرگول باشو. Fell tarnished. What do you want? I told the all-hearing brute that I possess no such medallion. Or have you come to take more from me? Was my other half not enough? میگه که مدالیون دیگه ای ندارم که اومدی با من بجنگی. تارنیش فاول یعنی ناصالح. فاول تارنیش چی اومدی بگیری از من دیگه چیزی ندارم. مدالیون رو دست دادم اومدی هفت دیگه هم رو بگیری. هفت دیگه ای وجود نداره. حالا ببین منظورش چیه. این من مدالیون ندارم. یادتون هست ما یه 7 مدالیون داریم دیگه اگه دقت کرده باشین. اینو اینا ببینید کجا برشتیم. دکتوس مدالیون 7 مدالیون. ما اینو برداشتیم از اینجا اگه یادتون باشه. اینجا بالا یه دونه کسل یه 7 دیگه داره، یعنی یه نصف دیگه داره که ایشون درست هم میگه. نصف دیگهش توی یک روستایی اینجا که حالا باید بریم پیداش بکنیم. ایشون میگه من گمش کردم، دست من نیست. همین این الان دور با همین. باشه با گریه نکن. نداری که نداری. یعنی سایرین تو هم ناله میکنی. ندارم نداشته باش. حیف که گرگتو دوست دارم ولی همینجا میکشتمت. من میدونم مدالین شک کجا برداریم.
نگران نباش. خیلی حال میده این بالا میرم آواز بخونم. چه خوشگل طراحی شده، دوست دارمش. اونجا رو رفتیم، اونجا کسل بوده دیگه، اینجا نیست و تمام. برگردیم. آره تموم شد. خیلی خوب. برمیگردیم میریم اینجا دوباره. پس ما این یه تیکه رو کامل یادتونه رفتیم اینجا شروع کردیم، رفتیم اینو کشتیم، اینجاها رو کامل رفتیم، اومدیم اینجا با پچ جنگیدیم. الان دوباره میرم پیشش، یه دقیقه تلسکوپ رو بهتون نشون بدم، اون رونه رو نشون بدم، بریم یه اورجیل هم بکشیم. یکیو لات بازی در میارم، ما نیستیم. این تلسکوپ دو تلسکوپ قصهش چیه؟ قصهش اینه که وقتی بخوای شما منطقه رو درست ببینی، میتونی اینجا به شما یه زاویه از بالا میده. تو لیمگریو هم داشته، اونجا نرفتیم ببینیم. ببین الان اینو ما میریم پشتش، زوم این زوم اوت. ببینید الان ما کاملا رفتیم اینقدر بالا، داریم خودمون اینجا رو نگاه میکنیم. میبینی داره به شما میگه منطقه چی داره. اینجا خیلی قشنگ میتونی بفهم. یادتونه اون گرگینه کشتیمش، اونجا رو رفتیم. الان من گفتم این بالا یه دونه جیله که میریمشونه ها، اینجا رو میریم. اونجا استورمبل کسل که اومدیم، اینجا رو باید بریم حتما که میریم. الان از اینجا هم میتونیم بریم بالا. حالا شهری که گفتم یه دونه مدالیون توشه، پشت اینه یه دهه، اونم که اصلا مال الان مال در واقع یکی از ماموریت رانیه که میخوره اون بالا و بعد بریم باس فایت اژدها همون بالا میکشیم. قشنگه، خیلی قشنگه. اونا رو میتونیم بریم، اونا رو میریم. میگم اپیزود بعدی اونجا رو بریم، شاید هم 2 تا بعدی. اینم که خود لوکاریا آکادمیه، یعنی مدرسه جادوگریه که فوق العاده است و بسیار جذابه. 2 تا اپیزود خوشگل اینجا داریم با یه باس فایت قشنگ به اسم رنالا و اونجاها رو هم باید بریم دیگه. اونجاها هم قشنگه. اینجا همه رفتنی هم، خیلی هم خوشگلن، جذابن. میریم حالش رو میبریم. بعد تازه میریم لیندل کپیتال، میریم پایتخت. اونجا هم کلی کار داریم. آقا ما خیلی کار داریم. ما به 100 اپیزود به 100 اپیزود میرسیم. میگه سرده من نه. Made off with a precious necklace. I need only heed to if you've any qualms confronting your own. Oh, thank you dearly. What a blessing that we've met like this. The thug should be resting at an abandoned home down the way. Please, I must have the necklace back. The thug should be resting at an abandoned home down the way. Please. I must have the necklace back. میگه که خانم من سلام علیکم، گفت هوا سرده چقدر، من اینجا گیر کردم. خانم من میسترسم، در واقع خانومش دیگه، مسترش من فرستاد به یه کاری انجام بدم تو مسیر، یه تارنیش عوضی که منو چیز کرد، یقه کرد و ازم دزدید. خواهش میکنم اونو بر من برگردونش اگر جرأت اینو داری که با همنوع خود مواجه بشی. الان میرم پدرشو در میارم. گفت down the way in a broken home. کجا میشه down the way؟ آقا چه طرز آدرس دادنه؟ down the way میشه کجا؟ in a broken home. رایا همینه میگه، رایا اسکاوت. تاک سرچ میدیم ببینیم میشن تو چیه. اصلا نگران نباشین، سریعا سرچ بدین، شاید خیلی نکته هم یاد بگیرید. هیچ وقت برای سوال پرسیدن ایرادی نداره. رایا اسکاوت کوست. نکلس لوکیشنت کجاه؟ دوره چه کجا؟
آها فهمیدم اونجاست. فهمیدم کجاست. بچه ها گفت خودش اینجاست، کسی که ازش دزدی کرده اینجاست. گفت down the road اینجا. میام الان ببینم کی از یه دختر معصوم و مظلوم دزدی کرده که تو دزدی میکنی. سر تو میبرم میذارم که گوشت میبرم میذارم که کبرت خیم بیاد. چی فکر کردی؟ من منجی عدالتم. مثلا جو گرفتم رفتم تو دنیای الری قاطی ماتی کردم، اومدم که حق مظلوم از تو ظالم بگیرم. تو دنیای واقعی که نمیتونیم در برابر ظلم بیستیم، اینجا در برابر ظلم بیستیم. دزدی از یه دختر بچه؟ آره؟ یه دختر دزدی میکنی؟ اینجا؟ کی دزدی کرده از دختر بچه؟ کی دزدی کرده؟ کی دزدی؟ با تو بودم. کی دزدی کرده از دختر بچه؟ صداش در نمیاری؟ جواب بده. با تو. Give me the necklace. بدو. میگه دنبال اونی؟ میگه مبارزه کن بابتش. چشم. Give me the necklace. دارم کلافه میشم ها. بکشم ازت بگیرم یا پول بدم؟ بذار کوستو ببینم. ولش کن کوستو، حال نکردم با شاخ بازی. الان ازت میخرمش بعدم خودتو میکشم. باشه بابا من لات بازی دارم. اصلا هم از تو نمیترسم. بس خرابی نه ایران آدم باش. به جنگ مرد باش. و من دختر بچه رو میگیری میزنی گردنبندشو میدوزی. خاک بر سرت. دختر بچه میکشی گردن. گوش داد بارو بیشتر بزنه. همونی که ما خورد براتون توضیح دادم همونو زد. بمیر گورتن گم کن بابا. اصلا کوستت میخوام کلا کنسل شه تو این بازی. میخوام 100 سال سیاه قیافت رو نبینم عوضی که میری دختر بچه میزنی ازش گردن برمیداری. بلک گارد بلبرینگش هم گرفتیم. آیرون بال خیلی معنی دیگه هم میده. یعنی بیزه آهنین. این بلی که گرفتیم و میریم تو راوند تیبل. اون دو تا دوقلو هستن اینجوری نشستن. به اون که بدیم همه آیتم های میمون رو باز میکنن. مثلا یه لحظه خون جلو چشامو گرفت، من خودمو نشناختم. یه لحظه اصلا نفهمیدم چی کار دارم میکنم. ناراحت شدم. به دختر بچه اصلا من اعتراض کرد. گفت دزدیده. رفتم براش پس گرفتم. میمون خیلی خوب. اون آدم که خراب شده است دیگه هیچی. اما برگردیم توی دختر بچه آیتمشو بهش پس بدیم. اونا داشت رایاد اسکاوت. درستم میرم جنوب. کمکی به این من ما خیلی طرفدار عدالتیم. همه کسایی که تار میشن طرفدار عدالت هم. معمولیت ها رشن انجام میدم با حوصله که شما هم ببینیم. ما نمیخوایم بازی فقط بریم، میخوایم مزه کنیم بازی رو. آوردم برات بابا بیا. Give me. اوه این خادم لیدی تنیسه. Merciless strength is precisely what we please. Take this. چیزی بهم داد. Volcano Manor invitation رو بهم داد. Brave tarnished. Seek the outest most tarnished are doomed to wander the outskirts of the lands between. But you are no ordinary tarnished. The Volcano Manor will fully extend its. Please stop. آقا یه
انجمنی تو قصه هستن که اینا با ارتیری و با این سعادت و اینا مخالفن و اون در واقع دشمن میدونن. بهشون میگن انجمن در واقع ولکانو منر. ولکانو منر یعنی عمارت آتشفشان که چون روی یک کوه آتشفشان، ماونت گیلمر، و اونا اصلا با ارتیری و این داستانا و گریتر ویل و ماریکا و اینا کلا تو جنگ و تضادن. الان میگه من خادم اون کوین اونجا، ملکه اونجا به منم دعوتنامه داد که ما دنبال تارنیشایی هستیم که مرسیلس باشن، بیرحم باشن و بتونن مأموریت‌ها رو انجام بدن. انقدر بد زدم یا رو کشتم که چیز شد دیگه، اسم بیمهر موند روم احتمالاً. گوی نامه خراب شده ای رفت نامه. همجا باشه دیگه، نمیم کدوم این هاش نامه میره تو بخش ایونت چی؟ اینفو. خب Letter given by Roya as thanks for receiving her necklace, containing an invitation to Volcano Manor. Brave Tarnish, stick the Altus Plateau in the realm of Earth Tree. Prove yourself by making this journey, and the Volcano Manor will fully extend its invitation to fight amongst family of champion. چرت و پرتا، یه مش دروغ با هم هستن، همشون خالی مندن، بخوان گولت هم بزنن. مجبورم هستیم تو بخشی از بازی مأموریتامون بریم کاراشون انجام بدیم که حالا بهتر بشناسیمشون، ولی تو میتونی کاملا از طریق اینا بری و مسترت هم عوض بکنی دیگه، با گریتر ویل اینا کاری نمیشه بشه، اصلا یه آدم متفاوتی هم بشی. برم سراغ یک، اینم برم. اینا رفتیم دیگه، همون خرابه هست، این همونجا، بریم اینجا. رفتیم اینو یا نه؟ اینا رو همه رو رفتیم، بریم دورم بریم. اونم که چیزه پچزه. این کی؟ دسبرد؟ آخ اینا شبا میان. آره اینا یه سری جاها شب سامن میشن، خیلی جالبن، فقط هم شب سامن میشن. خیلی هم قویه ها. ببینید نه قوی نیست خدا شما. این ورژن شاید هم به اسلحه من به شدت حساسه، ممکنه. ای گوش نمیر بابا دوتا خوشگل میدارم کرده. اینا سامن میشن جای مختلف بازی، شب هم سامن میشن. این به هولی خیلی حساس بود. شتک شد. پوله چاو اصلا رد برد برنچ من نگرفته بودم، یعنی اینجا سامن نشده بود. شانسی سامن میشه دیگه، شب یه جایی باشی اونجا سامن میشه. بچه اگه هم دیگه رو نکشین ممنون میشم. کجا رفت؟ سورد بود دیگه. لکه تالیسمان بود. دارم یه میکشم بکنم. اینه ها اینه. خب ریز اتک پاور من اش ویزلو میگه هلتت که کم باشه اتک پاورت میره بالاتر. خب اینم که کشتیم. دورم بریم. اینا کیه؟ اینم بالا. ایتا یونیت اینجا هن. فقط هم توی منطقه پیداشون میکنه. توی یه چیزی میدیدم نوشته بود اینا به مجیک خیلی تمایل دارن، برای همین جایی که مجیک باشه میاد. این چیه؟ نات کریستال دکستریتی نه. اینا همون چیزایی که میتونیم با فلسکتون قاطی بکنید دیگه، میدونید چی هن دیگه، یه بار براتون توضیح بدم. اینا هن. الان ما اینو گرفتیم. دکستریتی نات کو استرین نه دکستریتی نه. اینا رو وقتی میکس میکنی با فلسکت، حالا اگه بخوری دکستریتی این استرنس رو میبره بالا، این دکستریتی میبره بالا، این یکی فیت رو میبره بالا برای یه مدت محدودی. من الان گذاشتم روی این که اتک نخورم و
هیل بشم. این دوتاست. همون فلاسک است که این دیگه این فلاسک آف واندروس فیزیکس. اوکی. خب اومدیم اینم گرفتیم اینجا. داریم کار اداری انجام میدیم همش. بریم دقیقا همین مسیر رو بریم اونجا. اونجا که میره اون شهره در واقع روستاه. بریم این اورجیل هم بزنیم. این اپیزودم امروز اینجا پای اورجیل تموم کنیم. موافقید؟ آره خوب. همینجا هم بریم. یه مپ هم میخوایم. مپ این برای هنو نگرفتیم. چیز خاصی نیست. اگه بود که میگفتم چیز خاصی نیست. بسترم اینجا برم بالا. اینجا کمپ هم هست. اینم بزنیم اینا رو. کمپ فایر هم دیدم. بذار یه رقم چیزمون امتحان بکنیم. چه دو ساله کردم. خواستم امتحان بکنم تغییرش بدم ساله میشه. کی رفتی اذیت کردی جیغشو در آوردی؟ من تو رو میشناسم. بطی جیغ کیو رفتی در آوردی؟ اینجا ببینم. اینجا پدر سوخته. جیغ کیو رفتی در آوردی؟ جیغ کسی در آوردی؟ تخم سگ شیطون قوی اصلا اذیت کرده من میدونم. نه فایر مسترم. امیر بابا هیچی نداره فقط همینه. خیلی هم مهمه پریر بوک فایرمان که میتونیم به همون اینکانتیشنیه بدیمش. مرده که چشش بسته است کورتوره به اون بدیم ماجیک های آتیشو بهمون یاد بده. سریع زدم که آبتون کنم برم سراغ این. چه پویزی داره اصلا نمیفته. خیلی خوب خداحافظ شما. اما چیز دیگه هم که نبود اینجا. درست میگم من قویم. به دردم نخورده چیزه. هرچه اینجا رو معمولا بزنید ممکنه دیدین گولمون داره آیتم میذاره. اینا همه رو بشکنید اصلا گول نخورید. عوضی میازاکی یک کسیه که وقتی شما چیزایی که گذاشته پیدا نکنید قاه 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 بهتون میخنده. بشناسینش خیالتون راحت. پس همه جا رو بگردید و اگه پیدا نکنید قاه 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 بهتون میرون گوشه شیگمشو میگیره میخنده. همچه آدمیه. چه پولی داریم نمیریم. پول چاقی داریم ما. خب حالا برای اینکه یادم بگیرید برای اینکه بخوام نمیرم و اگه مردم پولم از دست ندم اینو میذارم دیگه. من اگه بمیرم هم پولم از دست نمیدم. خودشم یاد بگیریم. مواقعی که مثلا سولتون بالاه دارین یه جای خاصی رو میرین که احتمال مرگ زیادی داره اونو بذارید. میتونین بخرین دیگه. دیدین پچز داشت اون دو قلوها خار دو قلوها دارن. اینا اومدن دنبال من رو بپوشن. اسموکم ول میدن تو جنگل. من مسیرمو گم کنم. برو بچه خبر نداریم با کی طرف حساب شما. هیچ چیز خاصی این جنگل نداشت واقعا. تو مپ نه تو مپ هم چیز خاصی نیست. نه اوکی. اینم که از زیر اومده بودیم شک این زیره و اینم اینو بریم سراغ همین اورجیله و چند دقیقه شدیم؟ 49 دقیقه. ببینیم میتونیم 5-6 دقیقه 7-8 دقیقه اینم بکشیم. این اپیزودمون هم بدون مرگ بگذره. امیدوارم یه اوقا بکشیم. زشته برای یه دام پزشکی نمه حیوان رو کشه. اذیت نکنین انقدر هم دیگر رو. کشتیش ولش کن. برو هی دنبالش میکنی بدبختو. ولش کن. چه قلدری میکنی تو خونه تو. کیه این؟
هر کی که باید بریم بجنگیم باش دیگه. بریم. ماریکا رو هم روشن کردم که اگه مردم همینجا بیام. خدا رحم کنه. چارقلمون رو بخونیم، یه سالت لیک بزنیم، سالت میت. یه گردن لاک پشتم انداختم، چون گردن لاک پشت تموم میشه میرم سریع ورش میدارم که اونجا اذیت نشه. نمیدونم رو هلتو بریم به نام خداوند. این شاید چاله. وای میدونم این کیه، این خیلی کریزیه. فایر هم نمیاد تا بخوره من اینا هم همه رو چه خالی میکنم. اینجا میر بابا نداره دیگه، بی نهایت که نیستش. کشتم. خب وقت میکنیم یه قوی شدیم، چون دیگه یه ذره بیلداپمون رو متفاوت کردیم، قوی تر شدیم. Flame of the Fell God. امیر حسین جان وسط ریکورد ویدیو هستم، شما رو هم عنوان کردم، منشن کردم. عزیزی اگر یه کافی چیزی دم دستت هست بریز که اومدم. خداحافظت. امیر حسین دوستم بود. خوب اینجا رو هم رفتیم. اینور نمیتونیم بریم اینور، یعنی واقعا اینور میتونیم بریم پایین، ولی پایین نمیتونیم بریم بالا. نکنیم ما اینجا میتونیم بریم پایین. اتفاقا آیتم هم هست بریم. ای والله یه دونه اینا 5000 تا پولشه. خیلی خوب بچه‌ها، اپیزود خوبی رو گذروندیم خداییش. یعنی خیلی کارا کردیم. اومدیم رفتیم اینجا، رفتیم اینو زدیم، پولمون رو پس گرفتیم، اینجا رفتیم، اینو رفتیم، این ستا رو رفتیم، اینجا رو رفتیم پول گردنبند این طرف ازش پس گرفتیم، رفتیم زیر این کارا اینجا رو انجام دادیم، اومدیم این زندان رو انجام دادیم و 1 ساعت نفهمون هم پر شد، کلی هم صحبت کردیم. این بخشو بستیم، این یه تیکه رو، درسته؟ این تیکه کاملا بسته شد. یا میریم دیگه این بخشو میریم کلا با اینجا یه اژدهای قبل از اینکه بریم. پس یه اپیزود اینجا داریم، دو تا اپیزود راحت ما اینجا رو داریم. فکر می‌کنم 2 اپیزود هم اینجا رو داریم. تا اصلا قبل از اینکه ما اینجا تمام کنیم، ما 5-6 اپیزود دیگه همچنان در این جزیره، در واقع این دریاچه جذاب هستیم. هر جا که هستین حالتون امیدوارم خیلی خوب باشه، به اندازه کافی بازی بکنید. به مشکلات سیاسی، جنگ، اقتصادی هستن دیگه، چیکارشون کنیم؟ کاری نداشته باشین، به ذهنتون، به کودک درونتون برسین. فدای سرتون هر اتفاقی میفته. شما یک بار زندگی قرار بکنید، با تمام وجود سعی کنید از زندگی لذت ببرید و فقط در یک صورت میتونید این کار بکنید که به تمام بخش‌های وجود خودتون به اندازه کافی تغذیه بدید. نه فقط به پول، نه فقط به مالی، نه فقط به مثلا چه میدونم لذت‌ها. شما باید به کودک درونتون برسین، شما باید به همسرتون برسین، شما باید به پتتون برسین، شما باید به گلدونتون برسین، شما باید به خودتون برسید که بتونید حالتون خوب باشه. اون وقت در مقابل استرس های ناشی از محیط و زندگی تعامل و تاب خوبی داشته باشین. در غیر صورت نابود میشیم. فدای سرتون، همراه من باشید. البته همه اینا که گفتم مربوط نمیشه به یک بازی بسیار سخت و چالش برانگیزی که حس زندگی رو در شما میکشه. اما در هر صورت تا جایی که میتونین بازی کنید. موفق و معید باشین. فعلا خداحافظتون.